دوستان عزیز، امروز روی از موضوع گپ میزنیم که ما چگونه میتونیم از افغانستان در بازارهای جهانی یا مخصوصا تجارت آمازون جنس خود ما به فروش برسانیم و این مراحل از کار از چگونه به پیش میبریم. میلاد جان که یک تن از شاگردای ما هستند، اینا به خود برند را راجستر کردن در آمازون و محصولات را تهیه کردن که ساخته خود افغانستان است و در کاتگوری هومن کیچن حساب میشه. این محصولات را میخوان که پرایوت لیبل کنن از آمازون. و ما همین مرحله پریپ کردن به اینا راهنمایی میکنیم که چگونه انجام میشه. دوستان عزیز، حالا این شما میبینین آیتم لیبل یا FNSKU است. آیتم لیبل ها یا FNSKU را ما از سلر اکانت آمازون خود به تعداد محصولات خود گرفتیم و اینمی باعث از این میشه یا که محصول ما را از طریق اینمی کد بشناسند اونا. و ببینید دوستان عزیز، به این شکل دیره قط کرده میشه و اینا را در روی محصولات خود اتچ میکنیم. دوستان عزیز، این محصول از دوست ما هستم میلاد جان، لوازم آشپزخانه است و ایرال پکینگ میکنیم. در پکینگ های خودم لوگوی خود استفاده کردم، برندشان است و این را به شکل داخل از جابجا میکنیم. بعد از اینکه پکینگ از شد، آیتم لیبل در روی از پکینگ از این اتچ میکنیم به این شکل. وقتی که در روی از اتچ شد، این محصولشان از روی این بارکد شناخته میشه که مربوط اکانت سیلر میلاد جان است. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه ما روی محصولات خود لیبل را اتچ کردیم، اینا را به خاطر آماده کردن برای شیپینگ داخل یک باکس جابجا میکنیم میشه. به این شکل رفتشه جابجا میکنیم میشه. خب بعد از اینکه در کارتن جابجا کردیم یا در باکس جابجا کردیم، چیز مهم دیگه که اینجا هست اندازه باکس و وزن از این باشه و ما وقتی که اندازه کردیم 40 سانتی در 40 سانتی و در طولش هم 50 سانتی در این اندازه است و وزنش هم در حدود 12 کیلوگرم میشه محصولات ما در داخل از باکس. خب بعد از اینکه تمام چیزها را در باکس جابجا کردیم و اندازه‌اش هم برای وزنش معلومات کردیم، وقتی که در سلر اکانت آمازون خود ما شیپمنت پلان جور میکنیم نظر به مشخصات باکس ما، این قسم آمازون برای ما یک دانه باکس لیبل میده. خب بعد از اینکه باکس لیبل گرفتیم از دو تقسیم میشه، دو قسمت میشه، این میگیریم در روی باکس ما میچسبونیم یا اتچ میکنیم. خواجه میلاد هستم، یکی از دانش آموزای دوره ششم آمازون .if. بعد از اینکه دوره آموزشی ما تکمیل شد، بعد از 3 ماه یا 4 ماه ما موفق شدم که یک جنس هاند کنم، بعد از او از بازار افغانستان رو تهیه کنم و آماده به این شدم که ایره به بازار مارکت پلیس امریکا به فروش برسانم که در این قسمت همراه ما استاد گرامی ما زیاد همکاری کردن و آمازون .if تمام تیمش همراه ما بیشترین همکاری را کرده که این جنس هاند شود، تهیه شود و فعلا که در مرحله شپینگ هستیم، در این مرحله هم همراه ما بیشتر همکاری کردن و الا تا پرپ میشه همراه ما آمازون .if همکار هستیم.